نمایشگاه بین‌المللی تجارت و خدمات چین امسال تعداد زیادی از شرکت کنندگان جدید را به خود جلب کرده است تا محصولات با کیفیت تری را به نمایش بگذارد. این نمایشگاه به عنوان یک نقطه کانونی برای همکاری‌های بین‌المللی برگزار شده که علاقه و مشارکت طیف متنوعی از کشورها و سازمان‌ها را به خود جلب کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با برپایی یک غرفه بزرگ فرصت‌های تجاری و خدمات خود را برای کشورهای دیگر معرفی می‌کند. لذا در اینجا شرکت‌های متعددی از کشورهای مختلف حضور پیدا می‌کنند و محصولات خودشون رو که عمدتاً خدمات در حوزه‌های مختلف هست رو ارائه می‌کنند. این نمایشگاه همه موضوعات مرتبط با خدمات رو پوشش میده، از جمله گردشگری، فناوری اطلاعات، آموزش، بهداشت و موضوعات مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان. کلیه موضوعات مربوط به خدمات رو این نمایشگاه پوشش میده. این نمایشگاه تجاری با موضوع خدمات جهانی رفاه مشترک با مشارکت بیش از 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شده است. ضمن اینکه توانمندی‌های کشور رو در واقع معرفی می‌کنیم، در حوزه خدمات بتونیم فرصت‌های اهم از سرمایه‌گذاری و یا فرصت‌های حوزه خدمات رو در واقع به طرف‌های خارجی منعکس کنیم. در این نمایشگاه آخرین تجهیزات علمی و فناوری روز دنیا در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. محمد خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه تجارت و خدمات پکن.